اگه کنجکاوین که بدونین بازیگرای معروف سریال دیدنی دکتر معجزه‌گر تو زندگی شخصیشون با کی در ارتباطن و آیا عشق زندگیشون رو پیدا کردن یا نه، عضو کانال لنز بشین و از دیدن این ویدیوی داغ و جنجالی لذت ببرین. شماره 1. اونور تونا. جالبه بدونین که اونور به گفته خودش از همون بچگی تو کار عشق و عاشقی بوده و اولین عشقش آیلین خانم مربوط به دوران ابتداییش میشه. اونور تونا سال 2012 تا 2013 با یاسمین کای آلن بازیگر ترک رابطه داشت و بعدش تو سال 2013 با نیل آتش دوست شد. اونور از سال 2015 تا 2017 با یه بازیگر ترک دیگه به اسم صدا گوون که قبل از اونور یه ازدواج ناموفق داشته رابطه برقرار کرد و در حالی که همه منتظر خبر ازدواج این دوتا بودن، خبر جداییشون همه جا پیچید. اونور بعد از صدا مدت کوتاهی با مدل معروف ترک ملیس کاراکوش رابطه برقرار کرد. علاوه بر اینا سال 2018 در حین بازی تو سریال سیب ممنوعه شایع شد که اونور و ادایجای دوست داشتنی بازیگر نقش ییلدیز تو پشت صحنه سریال عاشق هم شدن، اما این حرفا به جایی نرسید. در نهایت این روزا در حالی که رسانه‌ها معتقد بودند که اونور دیگه با کسی در ارتباط نیست، زمزمه‌هایی از رابطش با یامور کارابل که یه چهره معروف تو فضای مجازیه به گوش میرسه. گفته میشه اونا تعطیلات تابستونیشون هم با هم گذروندن. به نظرتون این پسر جذاب اصلا میتونه یه روز تنها بمونه؟ شماره 2. تانر اولمز. تانر سال 2013 با بازیگر معروف و محبوب ترک اویکو کاراگل وارد رابطه شد. اما این دوستی تو سال 2017 به جداییشون ختم شد و اویکو بعد از جدایی از تانر با جان بونومو خواننده ترک ازدواج کرد. تانر از سال 2017 با ایجه چشمی اغلو بازیگر ترک وارد یه رابطه جدی شده و بعد از چند سال دوستی زمستون گذشته تو شهر بروخه بلژیک در حالی که روی پلی در حال قدم زدن بودن به ایجه پیشنهاد ازدواج داد و از اون جواب مثبت رو گرفت. این دوتا کبوتر عاشق تابستون امسال به خاطر شیوع ویروس کرونا توی مراسم خانوادگی و خلوت با هم نامزد کردن. شماره 3. رها اوزجان. این بازیگر سال 2001 با یه متخصص تغذیه به اسم یشیم اوزجان ازدواج کرد و از این ازدواج صاحب یه دختر و یه پسر شده. شماره 4. مورات آیگن. مورات کلاً از حاشیه به دوره و یه زندگی عاشقانه داره. اون سال 2010 بعد از یه سال دوستی با یه بازیگر ترک به اسم نیهان اصلی الماس ازدواج کرد و برخلاف خیلی از زوجای بازیگر اونا 10 ساله که زندگی مشترک خوبی رو در کنار هم دارن و سال 2015 دختر اونا به اسم نیل به دنیا اومد. شماره 5. هازال تورسان. هازال تا حالا به صورت رسمی ازدواج نداشته و رابطه‌های هازال همیشه در حد شایعه باقی مونده. مثل رابطه‌اش با بازیگر ترک چاگری جیتاناک بعد از بازیشون توی فیلم انتقام شیرین و همچنین ارتباطش با جان نرگس که اعلام کردن ما فقط دوست هستیم و هیچ عشقی بینمون وجود نداره. در حال حاضر هم کسی تو زندگی هازال نیست. شماره 6. سینم اونسال. به نظرتون تو زندگی واقعی عشق سینم کی میتونه باشه؟ جونم براتون بگه که سینم یه ساله عاشق همبازی تئاترش کیوانچ کلیت شده و اونا گفتن که با هم خیلی خوشحالن اما فعلا تصمیمی برای ازدواج ندارن. شماره 7. فیراد آلتون میشه. نگم براتون از عشق فیراد به یه دختر ناشناس و رابطه 3 سالشون.
اونا تو کافه یه درگیری تاریخی داشتن که بیا و ببین. این درگیری حتی به بیرون کافه هم کشیده شد و دوست دختر فیرات تا میتونست صورت فیرات بینوا رو با ناخوناش زخمی کرد و فیراتو با اون قیافه زخمی تا مدت‌ها سوژه رسانه ها کرد. جالبه که فیرات معتقده اینجور اتفاقایی واسه هر کسی تو هر رابطه‌ای ممکنه پیش بیاد. شماره 8. ازگه ازدر. ازگه که متولد 1987 تا حالا 2 بار ازدواج کرده. اولین بارش سال 2007 با بازیگر ترک تانسل اونگل بود که بعد 2 سال از هم جدا شدن. اون برای دومین بار سال 2018 با یه موزیسین به نام سینان گولریوس ازدواج کرد که هنوزم در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی میکنن. شماره 9. هاکان کورتاش. هاکان سال 2011 رابطه عاشقانه‌ای رو با بازیگر ترک شکران اولی شروع کرد، اما این رابطه سال 2014 به پایان رسید. هاکان بعد از این جدایی گفته بود که حاضر نیستم با هیچ بازیگر زن دیگه‌ای وارد رابطه بشم، اما نتونست رو حرفش بمونه و سال 2015 با مدل و بازیگر ترک بریل کایار یه رابطه عاشقانه رو دور از چشم همه شروع کردن که البته اونم برخلاف انتظارات به ازدواج ختم نشد. هاکان سال 2018 همراه با بلن آلکان اکاس دست تو دست توی خیابونای نیشانتاشی توسط خبرنگارا شکار شد. الانم که شایعاتی وجود داره در مورد رابطه عاشقانه‌اش با پینار بولود، فیلمنامه‌نویس این سریال. به نظرتون اونا واقعا با هم در ارتباطن؟ شماره 10. هایال کوساوغلو. این بازیگر جوان سال 2019 با جانر شاهین وارد یه رابطه عاشقانه شد و عکسای عاشقانه اونا توی فضای مجازی کلی مورد توجه قرار گرفت. گفته میشه که اونا بعد از چند ماه رابطه از هم جدا شدن. خب از دیدن این ویدیو لذت بردین؟ نظرتون در مورد روابط این بازیگرا چیه؟ به نظرتون اونورتونه جذاب به کدوم یکی از دوست دختراش بیشتر می اومد؟ در آخر هم به دوستدارای کانال لنز باید بگم که دیدن این سریال رو به هیچ وجه از دست ندین. با ما همراه باشین و با لایک و کامنت های زیباتون ما رو برای ساختن ویدیوهای بیشتر و جذابتر تشویق کنید.